با مقصد اجرای دستور سپرش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی در شهر حصار با مرام ادامه دارد. در روزهای استراحت با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، سابقه‌داران مهنت و اهل ضیا با منفرش‌کنی شورای محله هشتم شهر به مسافه 2 کیلومتر آغاز بخشیدند. باید تذکر داد که پهنای راه مذکور 30 متر بوده. در دو شفت آن قبرهای آبگذر، 140 پایه چراغ‌های نورافکن، 277 بیخ ارچه‌های سایه افکن و آرایشی، 3000 بیخ گل صدبرگ شنانده شده است. طبق دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار نقشه چورابینی‌هایی که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار به امضا رسیدند وسعت نمودن شاهراه محله هشتم که درازی راه زیاده از 2000 متر رو تشکیل می‌دهد با روشنایی کنونی چراغک‌های زمانوی با 207 عدد سیمچوب‌ها با لامپ‌های کم مصرف زمانوی با پررگی نصب کرده شد و این چنین با خط راه دو طرف راه یعنی با گل‌های آرایشی صدبرگ، گل‌های موسمی که تا امروز در شهر حصار زیاده از 200,000 بیخ گل‌های رنگه و آرایشی شنونده شده است. این چنین در شهر حصار زیاده از 12 کیلومتر کوچه‌های شهر با اسفالت منفرش کرده شده و کارهای بنیادکاری و آبادانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار با وسعت ادامه دارد. ما مردم شهر حصار کوشش به خرج می‌دهیم که جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس استقبال گیریم. با پیشواز جشن‌های ملی کشور با جلب صاحبکاران وطندوست و آبادکار و دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر حصار راه‌های کوچه‌های مرکزی شهر و دهات پرراه اسفالت پوش کرده می‌شود. باید گفت که اجرای این عمل با دستگیری صاحبکاران وطندوست و آبادکار شهر عملی گردیده مردم شهر حصار زیر شعار یک دل شویم ملک آباد کنیم کار و فعالیت نموده جشن تاریخی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند معنوی و تشکیلی تجلیل می‌نمایند. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولов از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.